اوخ نمیگه بزن فرض کن دشمن خونته. میره خب چجوری بخوریمش؟ بزن. خب نمیشه خوردش اونجوری. نه اونجوری که نه، داری لهش میکنی. خب چی کارش کنم؟ ماشین زیاد شده، پلیس زیاد شده، آدم‌ها هم خیلی زیاده. فقط ما باید بیمونیم. ما اینجا یه جوری میگیم موقعی که ما میمانیم واقعا حالا خود 10 سال پیش نبوده ولی آره واقعا خور من اینجا را بود بچه هم اینجا شهر کدنه بفتش کنیم بچه اینجا شهر کدنیم تروما میشه دیگه نمیاد تو پیش تنجا بکنم بچه اینا دیگه سنجا شب به چپ برانیم اسمت چیه؟ تازانی؟ تو تازانی؟ آفتابه خوشگله ولی اینجا خدمات کامپیوتر هم بود نه خیلی جلوترشو بگم مسجد اینجا داری به اقامتگاه بادگیر میرسیم بادگیر نداره اینجا هست دیگه اینجا هست سمت چپتون تو چند دقیقه دیگه دیدیم مریم تور لیدر شده یه نخ سیگار به من بده عزیزم بردار یه نخ سیگار بهش بده سس بهم بدیم بابا فندک بده یا ندارم فندک بده من مورچه خار بود اون؟ بیا ببخش بهم پسش بده کجا رفت؟ مورچه خار مورچه خار تو رو خدا بیاید بریم تا اون کوهه با موتور بریم خب با موتور سلام سری رچیمه
دوباره مرده. ببین گوگل مپ کجا استفاده نکنه. خب چجوری میخواد مال شهره بعد تو پس میشه بیایید اینجا. اون بازگیره؟ نه بازی تو جمعه. چه نگفتی بریم؟ یا اول حاجی اینجا هنگام خرابه تره به خدا. چه بدباز شدیم تهران قشنگ‌تره. توف و لعنت به این سرنوشت خط بکش دور ایران و تو خط بکش بابا خط بکش توف و لعنت به این سرنوشت خط بکش چیکار میکنی؟ شب میرم پارک دیگه میرم مدرسه از خواب بیدار میشم میرم مدرسه از مدرسه معافظ شدم دیگه میرم خونه لباسام عوض میکنم خب یک کم استراحت میکنم دوباره خواب میشم میرم دیگه شب میرم پارک مدرسه‌تون کجاست؟ خیلی راهه؟ پیاده میری؟ از پای خیلی دوره از مال خیلی ما ساعت 7 میریم 10 مرخص میشیم 3 ساعت فقط؟ چیا بهتون یاد میدن؟ دیگه چی داری برامون بگی؟ هیچی؟ Geçler şarkı flygra. کی میری؟ شب روز هر موقع باشه ما هم با خواهی میتونیم باید بیان؟ آره نمیدونم ولی یهویی ماهی نکشه تو دون دوباره با تور؟ نه با قلاب با چی؟ با قلاب قلاب؟ قلاب ده چه با قلاب بریم؟ مارا چیه؟ کدوم بیا پایین؟ مار دیدیم مار نیست نه سر مکن بیا که نسر کنه در ناتی بیا تو ببینم برو سعیدی رفتیم نه چیزی نیست و خودت خودم ببری کامار رسید اصلا معلوم معلوم نیست. نیست تو مور میدم نه حالا نگاه بیاد که نگاه کنی میشه نش بود که گرین نده فقط گرین نده بده مریم از مال تو بگیره پاشو
منچه آره نه مخش نمیزنم ما داریم میریم تهران آره بابا بابا کراشیش اینجایی نیست نه مال کجا کجایی کراش ما چی عدیمی من خجالت نه خب من نه میگن کراش این کجا نه اینجایی نیست کجایی ساخون کرده 130 ناخدای اداره معادن خاکستر بوده. از اون موقع که آب نبوده، آب جزیره هرمز با وسیله بادمان تامین میکرد می آورده تا بعد یه موتور دیزلی پیدا شده که تونسته، اونم یه بارجی بود مال سرعیا بله زن شاه این خریداری که واسه اداره معادن خاکستر دیگه ناخدایی دیگه 70 ساله شد دیگه باشد. پدرتون هم اینجا به دنیا آمده آره بودن؟ میگم وقتی بوده 20 خانوار تو جزیره بیشتر نبوده. الان 8000 جمعیت هست. بله مسئله هرمزی مهم دیگه همه از اطراف آمدن. حالا هرمز چجوری هست برای زندگی؟ خوبه اصلا یه خاک دومنگیری که اصلا آدم نمیذاره بره به شهرش. خیلی اصلا اینجا شهرتونی اومده اینجا خونه گرفتن. بله الان داره بعضشون کاسبی میکنن. شما ناراحت نمیشین میان از مثلا تهران دیگه آمدن دیگه تهران هم جور شده دیگه. آره دیگه خیلی هم میان مثلا اقامتگاه میزنن و حالا اینجا خیلی دادن دیگه، حتی همین کاسبی هم اینا راه انداختن، قهوه‌ای، لباس فروشی. آره خیلی هم اومدن سیود گرفتن، مثلا 3 ساله گرفتن، یارو مسافر میاره طرف خودش. بله اینجوریه. من خیلی شنیدم اینجا قدیما مثلا 10 سال پیش اینا جن و اینا زیاد داشته و مثلا یه آقای تعریف میکرد میرفتن بیرون مثلا جرئت نمیکردن تنهایی شب برن بیرون و آره دیگه داشته واقعا؟ آره جدی؟ داشته. اون موقع برق نبود، نه اون موقع ما بودیم برقش مثلا چیز بود. اینجا دیروز تو چپ کرده. اینجا باید اون موقع یه خالت گلال بود چک کردیم. تو هنگام هم من بودم بهمون گفتن یکی چپ کرده رو همین 3 چرخا. آره بچه ها سوسولن نمیدونن یه تکرک میخونن و آد نمیکنن. اون موقع برق نبود، با شیشه نفت میکردن. چراغ نفتی؟ آره. نه چراغ هم نمیشه، شیشه نفت میکردن باید خورما میدادن سرش که آتشون نیفته توش. چه بامزه؟ تو دیگه نزدیکای غروب بعدش دیگه اون خورما رو عوض میکردن که تو خورما خشک میشد دیگه احتمال آتش بیفته توش. آب یخ نبود، یخچال نبود، پنکه نبود، با بادزن. این زیر پیلن مخیص میکردیم، بادزن رو میزدیم تا بادزن از دستمون میافتاد که میرفتیم خواب. حالا دیگه برق آمده جن تو اینا دیگه احساس نمیکنم. من یاروی از میره شب تیکون میخواب تا صبح. بعضیشون دل و جرأت داشتن، بعضی دل و جرأت ندارن. شما خودتون تا حالا ندیدین؟ من خودم تا حالا ندیدم. بله خوب یاد میدم موقعی می آمدم خونه پدر خانمم، کوچکی می آمدم گوسفند و ممه میکرد می آمد پسرم به همون گفتم پدر خانمم
چیه یکی مثل گوسفند رو معمه میکرد دوماله یه خودشه یعنی با گوسفند میکنه با گربه میکنه یعنی شکل گوسفند بوده. آره دیگه چیز به همه چیز به خودش میکنه. من خواهر دادم 1 سال پیدا نشد یا خب کجا رفته بود؟ این الان رفته بود نه از اینجا خودش میگفت نه افغانی من رو تو گونی انداختن و رفتن اینجوریه. برای بابای دامادم 3 ماه بردنش کو اما اون زمان 3 ماه بعد از 3 ماه پیدا شد. یه ذره حالت دیوانی بود برای خودش میگفت که من کار ده جلدو از دستش گرفتم. یه موقع خانوما وضعن میکنن پیش ما بلش نمیکنن سالت چله میشن مثلا باید یا داس یا چاقو یا آهن باشه برش میذارن. این کار رو بر میداره که مثلا دلو بکنه دل اون خانوما بکنه ببره لب دریا بشوره یا همون لب دریا کار در دستش گرفته تو خودش 3 ماه تو کوه بوده دیگه جن بوده دیگه این نترسیده دیگه. ما دیگه نرفتیم نگاه این کارش بکنیم تو صندوقش تا روزی که مرد دیگه دامادم اینا نمیدونم اون چه کار کردن صندوقش در آوردن نگاه کردن دیدن ندیدن که میخواستم برم نگاه بکنم دیگه اجداد ما خودمون کلن زاریم یعنی باد زار راه میدازیم مریض میشن با وسیله جن تو بدنشه. دکتر هم میگه که نه این سالمه هیچیش هم نیست گز سالمه. این زار رو میندازن. زار چی هست دقیقا؟ زار همون منظور همون جن تو انس و اینا که میکوبن رو سرش تا این چیز از بدنش بره. بعد به وسیله همین خوب میشه. یعنی خرجش هم اندازه یه عروسیه مثلا 20 میلیون 10 میلیون خرجشه که دیگه آخر روز مثلا پلو درست بکنه مثلا نقل و اینا میخره کلیونه دیگه 3 شب و 3 روز آدم میاد میرن صبحانه میخورن اینجوری هست. این همون جاده‌ای که مفنخ میرن. مفنخ هم ساحله؟ ساحله میرن واسه مثلا آب تنی کنم مثلا خانمه بره با تیشر بره یه اونجا مشکلی نداره دید نداره. چرا پلیس انقدر زیاد شده؟ خود زیاد شده خانومای هرمز مثل که اعتراض کرد همیشه اعتراض کرد تازه خیلی یعنی بعد جور بیبنده باریه مثلا یارو زیاد شروع شد در آوره بعد تو جزیره که 40 خورده شهید داده اولین نفر هرمز نسبت به جمعیت شهدا دوم اصفهانه بخاطر جمعیتش حساب کردن زمانی که جنگ بوده جمعیت اینقدر شهید داده اصفهان هم بایی عظمتش مثلا اینقدر شهید داده برای اول هرمز دوم اصفهانه. من بچه ها رفیقام همه اصفهانی یعنی حالا چیز زده سیوت زده همه چیزی که رسمی مال بچه اصفهان آره اصفهانی زیاد هست اینجا بخاطر همین دیگه چند روز اصلا اونجا کم زده چادر زده که اصلا یک نفر نیاد لب ساحل مفنه پلیس؟ اونجا رو آره اونجا گذاشتن نمیگم مفنه میگن سان فرانسیسکو. چتری چیزی بخر. این چادر شماست؟ بله. میام اونجا استراحت میکنم یکم خنک میشم میام اونجا. سال اول اینجایی؟ نه من چند ساله میام. من ندیدمت اینجا. زیاد سربازیرم خیلی.
خود ایران ما خیلی زیباست ولی کیفیت همه یه دو تا عکس دو نفره بگیریم. چند تا این چیزا داره؟ اینجا 8 تا میشه 9 بیسش اینا زیر اونا برام ساز میزنی؟ نه ساز زننده دوست دارم. سر چاله است اینجا سیاهه. اینا که چی فکر می‌بینی؟ می‌بینی؟ آره سنگه. اوه سنگ نیست، شواهد سنگ. اون سوسماره؟ اون سنگ نه اینجاست. آره سوسمار یا بهش میگن خاردون مصری. من برم بیارمش. آره برین دیدمه. کجاست؟ وایسا میخوام ازش عکس بگیرم. پریا. بدم میاد. نه خیلی کوچولو. نه کلا جونور بدم میاد. خب از جونور بدم میاد. این نمیاد. نمیپره بمون الان. چرا میخوام برم بیارم چون نگاه کن میگیره آدمو خونمون میکنه. خب بری بیاری که خونه تو میمکه. نه کلاش میبر میگیری میره شخص. نه نمیخوام. کی میخواد با حشره خوره بابا. حشره خوره. ما تو مسیر. نه وایسا. مسیر اون تو نیست. گشت اون تو نیست. ولی شما تور لیدر خوبی میشین. اینجوری لاف میزنه آفریقا رفت. خانم مسیره که بعضی ها رو به شباهت شکلش میگن پس بزمجه اینا هم؟ نخلستون هم هست ولی فکر کنم شکل نه کی اومدی مگه؟ من نخور
بله. من یه سوالی داشتم، از همه اینجا میپرسم اینو. خواستم بپرسم قلعه پرتغالیا واقعا زار و جن و اینا داره یا نداره؟ چه جالب. هیچ نه جن نه چیزی نه هیچی. خب خدا رو شکر پس. دل تو تکر نمیم. مرسی. هیچ نه. بله بله. نیست کسی؟ بله. مستندسازی اینه شما از عکس‌ها شما؟ بله. شما با دوچرخه اومدین؟ از کجا؟ ما از مشهد. بنده رفته با چیز اومدم. منم خودم مشهدیم. سخت نیست با دوچرخه؟ نه یه عشق دیگه کلا. ما خود الان بیتیم ماشین دیریم بیتیم مکان بیتیم چیزایی خواب با دوچرخه هم دوست داریم. سفر جایی که با دوچرخه میری با ماشین هیچ معنی نمیشه جا. بله. کلا. ما الان دیگه 10 روز اینجا هستیم. ما هم به جزیره رفتیم تا راست و 4 تا با ماشین آمدیم. این سفر ما جایی که رفتیم اصلا مثلا با ماشین نرفتم. نمی‌دونستیم چی یا با آداب و رسوم مردم با درس برخوردشو اینا فاصله چی ارتباطت خیلی بیشتره کلا نسبت به ماشین. بله قطعا. هر جا مخی سریع کش با برو از همه مهمتر هزینه‌ها خیلی پایین‌تر مالتر خیلی کمتر. یک جاها هست مثلا هوای به شخص سوارا فلان اینا زدن. بله. مرسی. موفق باش. شما هم اینا باز توی اینستاگرام اینا به اشتراک مزینه به چه صورت